لیکومولی بهتر برانید. روغن موتور لیکومولی آلمان. خب خیلی ممنون. اما در بخش بعدی برنامه همونطور که بهتون وعده داده بودیم مهمون تلفنی امشب ما کسی نیست جز آقای علی دایی که پشت خط هستن. میخوام که پیرامون 3 هفته پیش دیدار تیم‌های پرسپولیس و سایپا اتفاقاتی که در اون بازی رخ داد با هم صحبتی رو داشته باشیم. آقای دایی صدا من شبیه شبتون بخیر. آقای دایی صدا من شبیه شبتون بخیر. صدا من میاد. آقای دایی اتفاق قطعه؟ بخشو آقا شبتون بخیر. عادلانه سلام دارم خدمت تمامی بیننده بسیار خوب برنامه 90 در خدمت شما هستم. بفرمایید. ببخشید بعد موقع مزاحمتون شدیم خوابیده بودید. آقا به شما چه ربطی داره داداش؟ خیلی عذر میخوام اگه من تو زندگی شما دخالت میکنم. آقا چقدر زود عصبانی میشید. ما می‌خوام که پیرامون 3 هفته پیش دیدار تیم‌های پرسپولیس سایپا و اون ضربه سر برشانه شما به صورت 6 رضایی زدید. همه کارشناس‌ها داوری گفتن علی دایی باید از زمین اخراج می‌شده ولی اینجوری نشده. کلا به نظر این حرکت خیلی قشنگ نبود. قبول دارید دایی؟ فداست بود. خیلی عذر میخوام. خیلی ببخشید. شما فیلم بازی رو بازبینی کنید. از اول بازی تا آخر بازی آقای شیخ دایی اومده داره پیلن منو میکشه. میگم داداش قلبونت برم فدات بشم همقد منی هم وزن منی یک کف گلگی بخوابونم تو صورته داله فوز میده تلتوپت میگه. ضمناً من به صورت آقای شیخ دایی اصلا ضربه نزدم. آقا چجوری میگه ضربه نزدن؟ حداقل 60 میلیون نفر دیدن که ضربه زدی. همه مطمئنم که میگن شما باید اخراج میشده. آقا فداتی بود داداش من ضربه نزدم. من با کلم ایشون هدایت کردم. آقا اگه اینجوری باشه خب زیدان هم برمیگرده میگه تو جام جهانی با کلم ماترازی رو هدایت کردم. این یکی حرف میزنه اون یکی حق بر خودش حرف. قبول دارید؟ آقا فداتی بود. خیلی عذر میخوام. خیلی ببخشید. همه بدبختی زیر سر شما. برگشتی گفتی تو جام جهانی زیدان با کله زده تو صورت ماترازی هم از تحصیل علی دایی بوده. من گفتم تقصیر علی دایی بوده. حاضر قسم بخورم یه حرفو نزد. آقای فداتی بود داداش قسم نخور. مرد باز پاشم باز. نشون به این نشون گفتی تو بازی زیدان بغل دست ماترازی لست داده. ماترازی در گوشی بهش گفته علی دایی. اینم خوابونده تو صورت. درسته منم بیا پشت شما حرف بزنم؟ آقا حالا کار نداریم. میگن راست میگن که سوت پایان بازی تیم‌های پرسپولیس سایپا رو داور نزده شما زدی. من سوت زدم. خیلی عذر میخوام اصلا سوت زدم بلد نیستم. در طول عمرم یه بار سوت زدم اونم اینجوری شد. ولی دست زدن رو خیلی خوب بلدم.